پر در میاری تو میری ویراج میدی از داست و از شهر میپیچی هی جلوی ماشین و گاری میگن موتور سواری کار دیووناست حتی که دیوونه تر والا این باباست این یارویی که سالم ترکم سواره یک دو دقیقه دیگه کمله نداره وقتی که رو موتوری پر در میاری تون میری ویراج میدی از داست و از شهر میپیچی هی جلوی ماشین و گاری میگن موتور سواری کار دیووناست از چاکر دیوونه تر والا این باباست این یارویی که سارم ترکم سواره یک دو دقیقه دیگه کله نداره ببینم مهدی جون اینجا خونه است یا لونه زنبوری؟ الهی نوکرتم با خدا یه ساختمون این فرمی هم واسه من تو بهش بساز که خیلی حسرت به دلم. پس یادت نره به خدا بگو واسهش کولرم بذاری. باز بلبل شدی زلفی هوای موتور رو داشته باش من برم داداشمو ببینم و برگردم. بازم میگه داداشم تو خیال کردی من گاوم ها؟ تو که صبح تا شوم داداشتو میبینی بگو که میخوای بری دختر رئیس داداشتو ببینی داره تو زلف دختره داره آفتاب مهتاب بازی میکنه. اینقدر نق نزم موتور رو بکن نبرنش. یا شانس یا اقبال اما یه کاری بکن دختره اینجا باشه تو بازم جمالش زیاد. بله میگه برو چشم براهته. آخ که نوکرشم. خوشتی پی کجایی که یادت بخیر. تازگی ها دلت برای من خیلی تنگ میشه. دلتنگی اونم تو فاصله 2-3 ساعت. دارم تعجب میکنم. خب دلم تنگ شده دیگه پدر چقدر سوال میکنی؟ مطمئن هستی دلت فقط برای من تنگ میشه؟ پدر تو پاک آدمو سوال پیچ میکنی. من یه احوال پرسی با منشید بکنم و برگردم برم نمایندگی. خب برو. شما خیلی کار میکنین. ببینم هیچ وقت از این همه کار خسته نمیشین؟ نه من بالاخره باید کارمو تموم کنم. مثل اینکه قبلا تو قسمت حسابداری بودی. بله حسابداری. میدونین چطور شد منشی پدرم شدی؟ نه نمیدونم. شاید شانس بردم یا شاید من اینطوری خواستم. شما امیدوارم ایرادی نداشته باشه. ممکنه چند تا از پوشاتون به من بدین؟ من یه سری باید برم به نمایندگی. بله چشم. بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. اوخش ببخشید سپر به سپر شدیم. خیلی باز ببخشید ها تقصیر بنده بود که از جاده فرعی اومدم. آره فرعی. برادرم که میشناسی. بله چند بار اینجا دیدمشون. خب فعلا خداحافظ. اوخش ببخشید مرمت زیاد. خب داده جون منم میرم فقط اومده بودم حالت بپرسم. کجا؟ چرا به این زودی؟ کار دارم یه کار واجب دارم شاید تو خونه میبینم. خداحافظ. ببین ببین
میخریم و میخریم. دماغ سوخ، راحت شدی؟ بذاری خود بادش بزنم. خیلی خوب، حالا دیگه بیا بریم بازی کنیم و دوای شب رو برا کنیم. بس دیگه درس بگی. بذار ببینم سکه شانسشونم چی میگه. بریم یا نه؟ بریز بینه. بریز دیگه. مگه غیره که بریزه؟ حالا بره. بریزم؟ آره. همه شب با رنگ نیناشناش باقی آباد چنگوری رنگای آوردن. بگه من جیگرداراش بخونن بیبوتاش دست بزن و بشینن. خالی بیست قبول. همه جا قبول آین لاتا. همه جا قبول. به اقبال بلند مهدی یه جفت شیش. بازم جفت شیش مستبه تا شاک. تا جفت چشات 45 تا بشه. مهدی خان عصبانی میشه. بیادبیات. نمیخوای بازی نکن. یالا بینم بخون. بله قامتی جفت جلو. دست رو شما چقدر آقا. اون بازی نمیکنه. لختش کردی تفلک و امشب مادرش خونه راش نمیگه. یالا خوبه. این پسر معرکه است. من که ایوالا بودم. چرا نمیذاری برای تو بازی کنه؟ کلی قمارخونه جون میگیره. اون نمیاد. اینم به اقبال مهمن. چند دفعه بهش گفتم میدونی اون عاشق قماره نه پول. یالا پول بزنیم اینم. مهدی خان من خوشگشتم ها. یه خانم اومد در کارتون داره. اگه خوشگله میخوای من برم. چی میگی زنه مش سفر نجاره؟ خواب اومدم. ببین از کل زلفی ناکس کف نری پوله رو. بابا ای والا من دستم بیفته به تو کلک نمیزنم جون تو. حق ما برسه. گم شد. بیا زهر سفتی گشت به پا گمش نکنی یا خب باری کلا مای سفرالش چطور آبجی؟ والا همونطوره. یه آدم علیل کمر شکسته چطور میتونه باشه؟ خدا شفاش میده آبجی. غمت کم. بیا اینا رو بگی واسه دو درمونش لازم میشه. پس اون پولی که به زهرا دادی چی؟ اون مال خود زهراست. واسش کفش لباس بخر. خدا عمرت بده آقا مهدی. اگه شما نبودید بی خیالش آبجی ما که هستیم. ولی اون بالا یکی هست که وضع همه رو به راه میکنه. اصل کاری اونه. خب دیگه خداحافظ. به سلامت. خدا نگهدار. جگری بودو برو بغل ننه. بودو بیا زهرا جون بیا. خدا تو جوون مردو از برادری کم نکنه. استاد جیبمون پاک اسفالته. میخوایم بهش رو دست بزنیم و باش قاب بریزیم. اونم با قاپای توپو چطوره؟ گمشین بریم فکرتون. اونا میبازن. درست میگم یا نه؟ حالا کجا رو؟ اون بر میگرده. اون ها داره میاد. بندتون من خدا رو این آقا بزن دیگه بابا. یه طوری میشه. بدش ببینم چرا ماتم گرفتی داداش. برم بس شارم بگو بگیرش برو باش علک دولک بازی کن. تو رو چه این غلطه؟ چی میشه مال ما چی میشه؟ میدونی من یه نفر مثل اون میخوام. یه نفر با دستای اون و شانس اون و مغز من میتونه دنیا رو ببره. همکاری اون دیگه منو به یاد این پنجه چلاق و بی مصرف نمیندازه. یالا دیگه الان تکلیفتون دو سره میکنه. حالا پول بذارین که میخوام وبا بندازم توش. ما دیگه تاس نمیزنیم. تاس نمیزنی باشه. خب رنگ چطور میزنی؟ گفتم تاس نمیزنیم. ببینم بالا نکنه قرنه هم نمیزنی. نه خیر نه جونم. خب نمیخواد بزنه چقدر ریچارد میشه. با ول کن اصل زلفی. عشقش نیست بزنه دیگه. باش بریم یه بونگای شادمانی که همه چی میزنه. آره صاف ببینم. چه؟ اگه راست میگی بیا قاب بریزیم. آفم میریزیم. بدش به من. بهش بده. دیگه تا صبح حریفمو سر میترشم. خب بخونین لباساتونو میخوام ببرن که سکسی برین خونه قاب 35. من 35. منم قاب 30. منم قاب چه؟ همتون گوال خوندین. اما یه خود شیال خوندین. برید منه. که قاب بریزیم نه؟ اونم با قابهای پر کرده. صف کردی داشتم. خیال کردی با جماعت کور طرفی.
گوشی دست الله؟ آره دستمه. بریم با این قاپا با دای جونتون بازی کنیم. بازی کنیم. به تمکک بالا تو رو چه به داخل آدم؟ مادر گیده. حالا که خواستین کلک بزنید فقط یه تاسه دیگه میریزن سر همه پولاتون. قبوله یا نه؟ چرا زبونه گره خورد؟ قبوله یا بریم هواخوری؟ آره قبوله. ولش کن. بیا. چونه هرچی مدد 10 بالا بیاری من بمیرم 10 به بالا باشه. ریختم و آوردم. زنده باشی تحقیق کردی. زنده باشی مریضم گل آوردی پولمو زنده شو. حالا کجاشو دیدی؟ سر بزرگتری زیر لافه. اون حکمای داروغه رو رد کنیم و بل کن اون تاسا رو. سلام داداش. اون کیه؟ داشتشه یه سرخریه که خوب هوای میتی رو داره. تا که گفتی میری خونه؟ والا داداش گفتم سر را یه سری به این آقایون لوتیا بزنم و باشون سر بشکنم. اون مرد مثل لاشخور بالا سرت وایساده. من نمیخوام تو اینجا پا بذاری. هر طور که تو عشقته. چی رو تعارف تیکه پاره میکنی؟ حالا میخوای بزنی به چاک؟ دروازه دهنتو قلف کن آشغالا رو بیرون نریز. میتی تو نمیزنه. ولی با اون تاسا هم دست نمیزنه. میگم چطوره با بزرگیت هم خبر کنی تا بیاد ماهاره نصیحت بکنه. ببین قناس یه دفعه دیگه اون دهن گالتو واکنی همچی میزنم که عین کاگل 5 سینه دیپار. بچه اینقدر لفتش میدی. نترس اون میریزم. تاسا رو بذار زمین. این آخریه داداش. گفتم بذار زمین. وقتی میگم آخریه بذارش کنار. بنام کن داداش. زدین تو پوزه من. ببین داداش پیش یه مش نالوتی عوضی و جاهل کپونی کنفم نکن. من باز تو اون بدم با اجازت داداش. بیاین لاشخورا دهنتون رو ببندین و چشاتون رو وا کنین. اینم جواب شیشو بشتون. بیا با پوزه این نامردا رو ببال بخواد. آخ جون اینا رو میگن تاش. پول بدین پول بریزی. حالا برید چی خونهاتون دارا کنید. دیدی داداش من باز این نامردا رو ادب کنم آقا داداش. اون رفت. جمع کن پولا رو از همین الان. چه خبری دهنتون اینو گالبا کردی؟ تو نمیتونی بری ما پول باختیم. کی جلو اون میگیره؟ آجیت. برو بچه برو یه خورده شیرخوش بخور تا گنده شی. برو پیش باجی. کس دیگه نمیخواد جلو ما رو بگیره؟ ای بابا قابل نیستن اینا کتک خورده خدایی انواف بلم کن. چه فرمایش. شنیدم داداشت خوشش نمیاد تو بیای دمپر ما ها؟ خب که چی؟ فتح خیبر کردی اینو فهمیدی؟ نه فقط میخواستم ببینم عقیده خودت چیه. ما و داشون توافق اخلاقی داریم. درست میگم از طول زلفی یا نه؟ آره درسته تو برنده هر چی بگی قبول دارد. خلاصه کلام واسه بار دهم دارم میگم. منم خوش ندارم جیر خورته بشم. و سلام یک کلام. اگه 100 دفعه دیگه بپرسی جوابت همینه. حالیت شد آقا؟ اگه حالیت نشد بذاریم گوشه لبه. آره فقط یادت باشه اگه یه روزی خواستی رو برا بشی و چیزدار بشی بیا پیش من. آره اون وقت اون سر من فریاد کشید. داد بیداد کرد. منم دیدم اونجا زیادیم. رامو کشیدم و اومدم. ولی اون هنوز انقدر غرق نشده که ما از نجات دادنش دل سرد بشیم کریم. من دل سرد نیستم مادر. نمیدونم. تو بهش بگو لااقل دختر خاله. من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ تلاش. این کاریه که هممون میتونیم بکنیم. ولی چطور؟ یه ضربه فقط یه معجزه میتونه چشمای اونو به زندگی واکنه. مادر من یه معجزه گر نیستم. تو اینو قبول نداری صفا؟ چرا درسته تو نمیتونی معجزه بکنی کریم اما یکی هست که میتونه. یه نفر که اون بالاست. خاله میشه من برم تا چارسو برگردم؟ تا چارسو؟ آره خاله جون. برو به امان خدا. اونجا یه سقاخونه هست. کنار اون سقاخونه من راحت میتونم حرفمو با خدا بزنم. برم خاله جون؟ برو اما زود برگرد. قربونت برم خاله. اون مهدی رو دوست داره. خودش گفت؟ نه صفا از این دختران نیست که سفره دلشو وا کنه. هرچی هست میریزه تو دلش. اما بعضی شبا تو خواب اسم مهدی رو میبره. اونم با چه حسرتی. خدایا
تو رو به حق 124,000 پیغمبر قسم میدم که توی دختر خاله؟ سلام. اینجا چیکار میکنی؟ اومدم شم نذر کنم برای تو. واسه من؟ من چمه؟ هیچی، واسه اینکه تو دست از قمار بشوری و یه چیزی بشی. نکنه کلت بود دود گرفته. اینجا خالیه دختر. 4 تا شم نیم سوز و یه آینه شکسته و یه دست حلبی چیکار میتونم بکنم؟ من آلوده قمارم و پاکم نمیشم. اگه تو بخوای میتونی، همونطور که کریم تونست، مگه نه؟ آره درسته، اما اون کریم بود. آخه مگه اون چی داره که تو نداری ها؟ اون خیلی چیزا. گوش کن تو وسط بگم. یه روزی هر دومون مثل هم بودیم، 2 تا قمارباز. اما اون حالا خیلی سره. هیچ وقت از هم سوا نمی‌شدیم. تو هر قماری یه تاس من می‌ریختم، یه تاس اون. نمیدونی واسه خودمون چه عالمی داشتیم. کت هرچی قمارباز بسته بودیم. واسه هم جون میدادیم. تو یه محل آدم نبود بتونه چپ به ما نگاه کنه یا واسه همون جس بیاد. تو دعوا ما پشت به پشت هم بودیم. یه مش من میزدم، یه مش اون. خلاصه دعوامون با هم، عشقمون و عیش و نوشمون با هم، بیکاری و دربدری و علافیمون با هم. اما همه اینا یه روز به هم ریخت. اون روز هر دومون داشتیم بازی میکردیم. راستش نمیدونم چطور شد که کریم پا شد رفت خونه، ولی من بازم تاس ریختم. هی پول بود که میومده میرفت، اسکناس بود که تلمبار میشد و هی باد میبردش. تا اینکه پسر کلسن نجار اومد در گوش من یه چیزی گفت. اون گفت آقا میتی، بابات حالش خیلی خرابه. همه پولا و تاستا رو ریختم، مثل دیوونه ها دویدم، از تو خیابونا، لابلای ماشینا، وسط آدما، خلاصه هیچی حالیم نبود. فقط خدا میکردم زودتر برسم خونه ببینم بابام چشه. وقتی رسیدم دلم داشت قفسه سینم میزد بیرون. یهو دیدم بابام تو تخت خوابش دراز کشیده. همچی که منو دید به زحمت گفت پسم اومدی؟ بیا الان حرفم با کریم تموم میشه. خب جوابمو بده کریم. اون قولو به پدرت میدی؟ آره تکون نخور، من قول میدم هرچی تو بخوای. دیگه قمار نمی کنم، قول میدم. چه راحت شدم. بیا جلو پسرم، اونجا کورانه، سرما میخوری. دیگه داره تمام میشه. زندگی مثل قمار، همه سرش باخته. بیا جلو پسرم. مهدی بیا جلو بریم. پدر چی میگه؟ بچه ها من چیزی نیست مادر، تو یه دقیقه برو بیرون. خوب نی پیشش گریه کنی. پشو مادر، پشو. آب مهدی جون، آب. من تشنمه. الان برات میارم. الان من کلید صندوقچمو دادم به کریم. به تو چی بدم؟ صبر کن ببینم چی دارم. نه این نیست. تو پدر همین برای من بسه پدر. فرصتم بیارم پدر. دیگه تموم شده داشت، نمیخواد بگردی.
اون مرد. اون مرد؟ آره. کجا داری میری؟ بذار برم اونجا، من باید باش حرف بزنم. داداش تو رو خدا آروم باش. آروم باشم؟ وقتی پدر داشت جون میکن من لعنتی تو اون خرابه داشتم تاس میریختم. میفهمی؟ میفهمم داداش، اما اون دیگه مرده. اون پدر من بود. پدر منم بود، اما حالا دیگه تموم شد. باید یه کاری بکنیم تا بلکه مادر رو آروم کنیم. نه، من نباید تنهاش میذاشتم. من لعنت به من. بیا داداش. برای وقتا اونطور که آدم دلش میخواد نمیتونه گریه کنه. بیا یه پک بزن، یه پک بزن آروم شو. اون به من گفت قسم بخورم که دیگه بازی نکن. خیلی خوب بده، خیلی خوب بده، خیلی خوب بده داداش. این همیشه یادم میندازه که برای پدر قسم خوردم. همیشه. بس دیگه داداش، بیبریم مادر رو آروم کنیم. بیا. پدر رو به خاک سپردیم، کریمم دیگه بازی نکرد. تو چی؟ من واسه پدر قسم نخورده بودم صفا. قمار رفته بود تو خون من کتاب ندیدم، فیلم ندیدم، معلم ندیدم. من فقط تاس دیدم، ورق دیدم، قاب دیدم و قمارباز دیدم. چی میتونستم باشم سوای اینی که هستم؟ پدر کلید صندوقش داد به کریم و سکه شانس رو داد به من. اون با این کارش کریم 2 دستی فرستاد طرف زندگی و منو هل داد به طرف قمار. خب ما هم آلوده شدیم دیگه. بریم تو صفا. رسیدیم. سلام مادر. سلام. سلام مادر. سلام علیکم داداش. اینا رو واسه گرفتم مادر. یه پیرنم واسه صفا. ببین خوشت میاد. دست درد نکنه. وایس داشت کارتون دارم. بعد از دوری یه خورده جوشی شدم و زبونم لال سر داد زدم. دلخوار که نشدین نه؟ نه، ولی میخوام حرفمون الان تموم کنم. آسیا به نوبت. این برای قضیه خیلی داغه. اول یخته بذار با مادر گپ بزنم بعد نه، همین حالا باید حرفمون رو تموم کنیم. تو کی میخوای دست از قمار بکشی؟ دست از چی؟ خیالت بعدش چیکار میتونم بکنم؟ خیالت یه صندلی طلا واسم تو ارج کاشتن که تا دست از قمار بشورم ملاکه ها میان میبرنم اونجا؟ ها؟ نه داداش، بعضی وقتا تو یه 4 دیواری فقط یه دروازه. آدمی که بخواد از اون 4 دیواری خلاص بشه از همون در میتونه بره بیرون. حالا ممکنه که اون در به قبرستون باشه، اما فقط یه دره، همون یه در. تو از اون در میخوای به کجا برسی؟ کوتاه بیه داداش. جواب بده، من برادرتم. خیلی خوب برادر، پس گوش کن. من میخوام به تو برسم. به من؟ آره، به تو. دق کردم هرچی هم قافله من بود یه لات آسمون جور عذاب در اومد، ولی هرچی ور دل تو بود همایل آقایی رو دوشش میکشید. من میخوام مثل تو بشم، یه پا آقا. با این کار؟ برای من دیگه وقتی باقی نمونده داداش. سالای عمر من عین واگون این ماشین دودی پرش رفته و کمش مونده. من دیگه وقت و حوصله ندارم نوردمون رو پله پله برم بالا. من میخوام یهو جس بزنم و بپرم بالای بوم. پس میافتی و کمرت میشکنه. خیلی خوب آقا داداش، مثل بشکنه. چه فایده که سالم باشه و هیچ چوب بهش بخوره. ذرت المثقالی فایده نداره داداش. تو بهش بگو مادر. چیه مادر؟ خدایا چه روزایی رو دارم میبینم. پسرم مثل 2 تا خروس جنگی وایسادن تو روی هم. تو داری گریه میکنی مادر؟ کور بشه چشام که چشای تو رو تر نبینه. پاک کن چشتو. دلم رو چیکار کنم؟ اون که داره گریه میکنه. مادر فدای دلت بشم. تو که میدونی من دربست نوکرتم. نه، من میخوام فقط تو پسرم باشی. ده هستن دیگه مادر، هم پسرت هم نوکرت.
میخوای چاچرتم باشم؟ پس بازی نکن مهدی، نکن. من دارم خورد میشم. پیش در و همسایه سرم پایینه. خدا اون روز نیاره. مادر فدات میشم. این اشکا هر کدوم واسه من 1 میلیون ارزش داره. پا حرامش نکن. تو داری جیگر من آتیش میزنی. خیلی خوب باشه، هرچی تو بگی. میذارمش کنار. به این قبله حاجت راست میگم. من دیگه بازی نمیکنم مادر. مهدی من پسر خوبم. مادر خیلی خوب، حالا نگام کن. بذار این مرواریده رو پاک کنه. حالا یه خنده کن. ده خنده کن، دلم گرفت قربون شکل ماهت برم. باریکلا. دیدی صفا؟ دیدی مادر چه خوشگل میخنده؟ وقتی مادر میخنده انگار هواکش دل منو وا میکنن. مینه کریم. ببین کریم، من نمیخواستم داد بزنم. خب نفهمیدم، اشتباه کردم. درست تو داشت بزرگتر منی. این حرفای ادبی مدبی که تو بلدی خب ما بلد نیستیم. فقط غذا خورده که و اهل وقتی که یه چیزی میفرنیم. حالا ما رو بخشیدی داداش؟ میبخشی؟ ببینم داداش بیتلو، گوش بده. اون کاری که گفتی تو شرکت واسه من داری هنوز سر جاشه؟ بله پس چی پسر؟ کی تو بهتر؟ فردا آسیناتو بزن بالا و مشغول شو. قربون تو داداش.
نه چشم راهی دادی نه انتظاری داشتم شاده شدم که ترداد اما دیگه امروز تمومه به خدا باغ عشقم خزانی نداره که بهاره توی باغ دل ما راسته که توی هر بار راسته که توی هر بار نوک اومد به بازار گفته میشه درازا نوک اومد به بازار گفته میشه درازا نوک اومد به بازار گفته میشه درازا آمدی کجا میری؟ وایسا ببینم میخوام یه خبر خوشی بهت بگم. خبر خوش از تو بی بخار. آره وایسا مربوط به هنگامش. ها؟ گفتی بی بخار نه؟ کی گفت بابا شوخی کردن مخلصتم از دل زلفیتون بذار جارت خاکتو پاک بکنم حالا شد. خب چه خبر؟ خب آستین لباس من پاک کن تا بگم. ای بچه اینم از آستینه پشت یقه کتمو تا بزن. اینم تا خب خبر چیه بگو ببینم. حالا خوشگل شدم. ای بار پدر خوشگلی لعنت. آره خوشگل شدی. خب حالا بترک بگو ببینم خبر چیه. اما خبر جونم واسط بگه که هنگام خانم امروز میاد اینجا. امروز؟ آره ده مگه نمیدونی امروز روز سرکشی پدرشه؟ هنگام خانومم مثل همیشه همراهش میاد اینجا. ده نه که اینا زودتر میگفتی تا خودم راست ریز کنم. بیار ببینم اون صابونو. آمدی بنار خیلی علکی خوشی. آمدی علکی خوش چه سیغه پسر. خب چشمون اون یارو رو گرفته. مگه ما دل نداریم؟ مگه تو فیلم ندیدی همیشه دختر عیونه میرسه به پسر میکنی که خب ما میکنی که دیگه. اونا فیلمه تو زندگی از این چیزا نیست. پسر مشتقی بقال دختر اوسحسن جومه‌دار رو میگیره. دنیا اینه رفیق. کبوتر با کبوتر قاز با قاز خورد همجنس با همجنس باغ. آره درسته. اما من میخوام عینه و موشک رو دست دنیا بلند شم. بیار زودتر اون صابونو. واسه پر خسته نباشی. سلام علیکم. خیلی باز ببخشید که اینطوری در و داغونی ما. نه شما هر طوری که باشین بازم خوبی. قربون جانتون. گوشی دست الله. آره مثل اینکه خوب به کار چسبیدین. نکنه میخواین زن بگیرین ها؟ زن؟ گوشی دست الله. آره دستم گوشی. خانم کی دخترش به ما میده؟ شما که عیبی ندارین. هم خوبین هم خوش قیافه هم خوشتید. خب دخترام همینو میخوان دیگه. گوشی دست الله. آره هنوز تو دستمه. میدونی خانم آخه پدر دختران باید خوششون بیاد. ولی شما یک کارگری کار میکنین زحمت میکشین. شما میتونین یه خانواده رو اداره کنین. پس پدر دخترام حتما خوششون میاد. خجالت میدی خانم. شما راست خیلی خوبین. یه دنیا صفایین. اینو یه دستگاه 100 تومانی. گوشی دست الله. آره نمیخواد بپرسی. خب دیگه فعلا خداحافظ. خداحافظ به امون خود خدا. قربونت برم خدا. شنافتی زلفی؟ خب چی میگی؟ بازم میگی اون منو دوست نداره؟ تو که زرنگ خود دست الله. اما الحق و والانصاف که طرف خیلی سالاره پاک گرمو به سلابه کشیده. جانمی همین که داشتمو دیدم میفرستمش خواستگاریش. آره تو بمیری نصف قضیه درسته. کارتون تموم شد پدر جون؟ آره کجا بودی دخترم؟ با برادر کریم داشتم صحبت میکردم. اون جوون کاریه. منم داشتم تشویقش میکردم. خب حتما برای خاطر برادرش نه؟ تو خیلی زرنگی پدر جون. نه ولی دخترمو میشناسم. من میدونم تو کریمو دوست داری. منم دوستش دارم. اون پسر واقعا شایسته ایه.
خب دیگه اینقدر چشمتو به در ندوزون، دیگه الان باید پیداش بشه. ولی پدر انگار دیر کرده. ای عمو کمک میخواد. مواظب خلف باش. ولش کنیم با بیایم بریم دنبال کار زندگیمون. اینه نگاه کن، کجا بریم؟ تازه رفیقمون پیدا کردیم. راستی بچه شناختین که آقا داشته فرسته مرد سه؟ مبارک 100 سال به این سالا. حتما میخواد راه و رسم کلک قمار بهتر یاد بگیره. ده من نشتفتی میگن ننو تا سنگ لحد یه ریز جدول ضبط یاد بگیر. آره. چی؟ هیچی، تو خودت باش. نم نمک حالیت میشه. آخی انگار داشتم بود، تو هم دیدی؟ نه بابا، من که پشت موتورم از ترسم چشمامو میبندم و تو دلم قل و والله میخونم. آخه میخوام اینم این رسمشه، داشت ما رو ببره، تو هم دست اونو بگیری ببری خونه و قایمش کنی. این رسمشه. قایم نشده. حالا دنبال نون حلال و کار شرافتمندون است، فقط همین. نون حلال؟ شنیدی بچه نون حلال حتما نون بربری رو میگه. نه با یه جور نونیه که تازه اومده بازار. خب ببینم حالا اخوی کجا؟ فرمایشی بود؟ آره ها. نه بابا، تو هم که حلال زاده ای. سر دهنه رو شل کن، رکاب بکش، جاده رو خلوت کن مثل باد بیا. آروم باش مهدی. با اجازه ما عرق جبینمون رو پاک میکنیم مرخص میشیم دیگه. این عرق خجالت من وسط پاکش میکنم. تو این کراوات داداش؟ دم کن ببینم نالوتی، به من میگن عدل آمردی بیا این واسه سر جا. نمیشه دست انداختی. تو کنم این دلم روزی نمیشه. واسه ببینم. با نمیشه الان حسابتو میرسم. آرشون میدد بزن. نه یه جلو. نه با موش مواظب باش داداش، مواظب. نزن بی بخور. خب دیگه بستتونه، رفیقتون رو وردارین زود بزنین به چاک، لاششو ببرین خاکجوبایی منتظره. یالا. آره میخواد ازش پود درست کنی. اونم پود شیمیایی. این رفیقت خیلی خنده داره. خفه کن بگی. قدش هم کوتاه. خفه گفتم. برم بزنمش. ولش کن آدم نی. حیف نون. اگه تنها گیرش بیارم کلاشو تیکه پاره میکنم. میرم یکی دیگه میخرم. یالا. سوال میکنه کلا قضیه. ای بالا داشت، خیال کردم مشت زدن یادت رفته. هنوز نه، ولی دلم سوخت. نمیخواستم اون مادر مرده اینطوری نفله بشه. بی خیالش، بادنجون بم آفت نداره، بزرگ میشه یادش میره. خب میری شهر یا میری کارخونه داداش؟ نه باید برم کارخونه. به سلامت قربونه کلت. هی کن برو. ای زلفی جونم. بپر بالا که الان عکاس تخته میکنه. عیبی نداره، سکته نکنه. نه نمیکنه. عکاس خوبی هست. آره اینقدر فوتوژنیکه. نشد کلت تکون خورد. این سر وامونده رو اینجوری بگیر. خیلی خوبه، یه لبخند بزن. همینجوری خوبه، لبخند بزن. لبا رو قنچه کن. آها خنده رو رنده کن، تحویل بنده کن. چیه؟ بابا اینجوری که عکس نمیگیرن. بخند جونم. اصلا شما اومدین واسه کارت بیمه عکس بگیرین؟ نه خیر، واسه رو مجله ها راستی میگیریم. آقا مهدی، شنیدم شیرین کاشتین پاک 3-4 نفره زدین له و لورده کردین، یه نفرشون هم بدجوری زخمی شده. والا بی حرکت؟ خلاصه رفقای یارو موضوع سفت سخت چسبیدن، رفتن کلانتری انگار عارض شدن و از دست کریم آقا شکایت کردن. بعدش هم آجنا آدرس کریم آقا رو از شرکت گرفتن، رفتن خونه دنبالش. رفتن خونه دنبالش؟ ببینم میخوان کریم آقا رو زندونی کنن. زندونی؟ اصلا من رفتم و برگردم تو بیشین عکستو بگی. مهدی زود برگرد یا من پول ندارم به عکاسه بدم. آیا عکاس باشی عکسمو بردار. آره بابا تو خدا پدرت بیامرزه. مادر سلام مادر. کریم خونه است؟ تو من طوریم نیم مادر، فقط بگو ببینم کریم اومده خونه یا نه. کریم من طوری شده. نه مادر هیچی. پس چی شده مهدی؟ هیچی بابا، فقط در باز بکنم.
به پچی برو وا کن. اینو نگاه، ما چی کار کردیم که رو پنهون کنیم؟ تو رو خدا بگو به سر کریم چی اومد؟ هیچی مادر، قربونت برم الهی. کریم باکش نیست ولی خیلی معذرت میخوام. ما از طرف کلانتری اومدیم. اینجا منزل شخصی به اسم کریم. بله همینجاست. بفرمایید تو. اون یه نفر رو زخمی کرده که الان تو بیمارستانه. یا قمر بنی هاشم، خودت جوونم رو نگه دار. کریم من با کسی دعوا نداره آقای پاسبانو، اهل این کارا نیست. چرا خانم؟ نه این حرفات دروغه. ولی اینا اینطوری میگن. اینا میگم اینا به قوزک پای عمه‌شو میخواندن. اون یارو رو ما زدیم سر کار، اما رفقای ناکسش میترسن ما رو لو بدن واسه اینکه دوباره نمیخواد کتک بخورن. تو کتک میزنی؟ آروم باش آقا، من فقط میخوام بدونم کی اون مردا زخمی کرده. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. گفتم که من زدم سر کار. یا فاطمه زهرا، انگار خیلی هم باکت جوجه. تو من الان حالیت میکنم. ما خیال کردیم دهاش دونه زده، اما حالا که تو خودت میگی اونو زدی چه بهتر. وقتی رفتی تو آلافتونی هشماش خوردی حالت میشه که میترسه. بی خیالته، چش رو هم بذاری اومدم بیرون. بفرمایید بریم آقا. چش سرکار. مهدی مادر حالا دیگه قصه کریمو نخور، اون میاد خونه. صفا مواظب مادر باش. خب خداحافظ. بریم سرکارشون بریم. دیگه حرفی نداری؟ اصل مطلب این بود جاب سروان، قبای تقصیر به تن ماست. دست دعاشمون تو این جریان پاکه. بسیار خوب. حالا شما چند دقیقه بیرون باشین. رو چشم قربان. کجا؟ بله. نه شما برید. خدا عمرت بده. شما 2 نفر باشید. بله؟ فعلا یه هوایی بخوریم تا وقت زندون. بله چشم، فرار که نمی کنی. بیتی آقا داداش تو اینجا چون؟ واسه اینکه من باید میمادم اینجا، نه تو الانم دارم از بیمارستان میام. برای چی این کار کردی؟ بینم سرکار میشه یه دقیقه ما با داشمون اختلاط کنیم؟ شما حرفتون بزنین من الان برمیگردم. قربون صفاتون. اون مردم من زدم. ول کن زلفشو، من و تو نداریم کریم آقا. من باید حقیقتو بگم. وایس آقا داداش، من به اونا گفتم و اونا قبول کردن، دیگه فایده نداره. ولی چرا تو؟ میدونی داداش اینطوری بهتره. من الان هیچی ندارم، وقتی هم که از هلوفتونی بیام بیرون بازم هیچی ندارم، یعنی گر به گرم، واسه ما فرقی نمیکنه. اما تو الان خیلی چیزا داری، وقتی بری زندون و بعدش بیای بیرون دیگه هیچی نداری. پس بمون بیرون اون چیزایی که داری نگه دار. مواظب مادر باش داداش. چته؟ سگرما چرا رفته تو هم؟ ولشته بابا، دنیا این 100 سال اولش سخته، بعد از اون راحته. راستی ببینم پرسیدی حال یارو چطوره؟ آره بد نیست. خب الحمدلله. حرفتون تموم شد؟ بله سرکار جان. بفرمایید بریم. خب خداحافظ داداش، ببرید سرکار. بریم. به جون شما خیلی شاد شدم که دیدمتون داداش. ببینم داداش، اگه یه چیزی بهت بگم به کسی نمیگی؟ نه چی میخوای بگی؟ بگو. خیلی نوکرتم. خب دختر خاله، هنوزم تو اون سقاخونه شم ناز میکنی؟ تو اون سقاخونه یکی هست که حرفای آدمو بشنفه. خب اگه دیدی سلام رو بهش برسون. وقت ملاقات تمومه. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. باور کن دلم نمیاد. خداحافظ. خداحافظ. یادت نره سلام به مادر برسون کریم. 4 تا ماچیان بکن. بهش بگو جنم واسط به اندازه یه سولاخ توزن جنگ شده. یه وقت به سرت نجاده داشت. نمیخوام پشت این میله ها منو ببینه. خداحافظ میاد. خداحافظ. قربونت بده. خداحافظ. تو به من گفتی هیچی بهش نگم تا خودت حرفاتو بهش بزنی، اما خودت هم حرفی بهش نزدی. چرا؟ نتونستم. خیلی حرفا تو دلم بود که باید میگفتم، اما لبم بسته بود و
حرفام تو صندوقچه دلم زندونی. میدونم صفا، اما امروز یا فرداهای دیگه تو باید همه چیز بهش بگی. اون تو دلش جای یه محبت خالیه. تو باید اون جای خالی رو پر کنی. هر کی میخواد هر چی بگه. اما اون از دلمای نالوتی. بینم نعمت تو که باید اوستا رو بشناسی ها؟ آره خوب میشناسمش، خیلی نالوتیه. کلک روزگار پسر. آدماش چشم ندارن ما و داشمون رو ببینن. پاک داشتن دست اونو بند میکردن. خیلی دوستش داره. پس چی؟ چاکرشم به مولا. سالاره. تنها آرزوم اینه که هر کجا باشه بهش خوش بگذره. وقتی از اینجا جسم برقی زن میگیره. کی هست؟ یه نفری هست که خاطرشو میخوام. بهش گفتی دوستش داری؟ راست میگی، انگار باید بگم. بابا دست خوشین خودش میبره خودش هم میدوزه. آخه تا اومدم همه چیزو بریزم رو داریه و بگم یه دفعه دیدم تو هرافتونیم. اما هنوزم دیر نشده داشت، بالاخره بهش میگم. خدا کریمه. نمه چیه مهدی خان؟ گوش کن ببین چی میگم. تو که فردا رایی میشی میره بیرون، میتونی یک کاری واسه من صورت بدی؟ چرا که نتونم؟ یه نومه واسه داشتم مینویسم، آدرسشم بهت میدم، زحمت میکشی میری دستش. خیالت تخت باشه، نمره بده دست من، انگاری دادی دست اون تو نمیره. اگه قربون تو رفیق با معرفت، رفیقیتی که کاغذ بره سوادمون داره سر میره. پسری خوبیه، حس خیلی جوشیه. میشناسمش، خوش دست‌ترین قماربازیه که تو عمرم دیدم، اما پاک این رو اون رو شده. یه شرط بندی ناقابلم تو زندون نکرد. اصلا باورم نمیشه، قابل قبول نیست. داداش قربون اون شکل ماهت برم، خلاصه واسط می‌نویسم، اما خندت نگیره. من خاطرخواه هنگامه. میدونم اون ستاره عرشه و من کرم خاکیه زیر فرش، اما دیگه باید بگم داره تو دلم قلمبه میشه. میخوام بفهمه که خاطرشو میخوام. یه نومه واسش گذاشتم تو پاکت، نوکرت میشم اگه بدی دستش، اما بهش نگو من تو هلافتونیم. اگه بیام بیرون و خدا بخواد حسابی سر سامون میگیرم. قربون شما. نعمت، من نامرد تو عمرم زیاد دیدم نعمت، اما تو ناکس نامردترین نامردی هستی که تو حالا دیدم. بزن به چاک. تو چشم. هنگام خانم سلام. الان که این نومه رو تموم کنم به یاد شما با دل و قلبه کباب شدم بیختیفالی بازی میکنم. خب دیگه خاطرخواهی و 1000 دست ورق کارتی. آدم باز چشش 4 تا بشه و حسابی بر بزنه. نوکرتم. خودت که دست ما رو خوندی، میدونی لیس دلمون با پس لیس دل شما یه ریز به هم میخورن و دنگ صدا میدن. این دیگه یعنی چی بچه؟ بی خودی زحمت نکش، منم فقط تا اینجاشو فهمیدم. یه دست با هم لیست زدن، باقیشو بخون. آره بی هنگامه، سرباز دل ما خاطرخواه چشای بادومی شما شده و فقط این وسط یه آس دل میخوام که کارو تموم کنه. نوکرتم. به آقداداش گفتم تو رو واسم خواستگاری کنه، دیگه روم نمیشه بنویسم. اینجا چی نوشته بینم؟ ای نومه که میروی به سویش، با تاس لبم بزن تو رویش. میتی با تاس لبم بزن تو رویش. اوستا به نظر شما این شعر 100 جوق میارزه؟ منتظر شو میتی بیاد بیرون، اون وقت میفهمی که میارزه. یا حق آخه اوستا کریم شکره. سرکار جون با اجازت ما خست شدیم. مادر منو یادت میاد؟ مادر
الهی قربون اون چشات برم. مادر میتی پیش مادرت بشه. خاله جون. خاله جون قربون دسته. وقتی داری میای اون آبکشم با خودت بردار بیار. این سر کوچه ای سبزیاش مونده بود، رفتم از اون پایینیه گرفتم. خاله جون نونوایی نمیدونی چه خبره، محشر کبراست. قربون دستت خاله. چاکرت میتی. به چشم کف پات. مادر ببینم این همون صفای خودمونه. موش بخورت چیه تو؟ خدا رو شکر. چقدر با صفاتر شده. سبزیاتو جمع کن نوکرتم. مگه میخوای منو داشتم و گشنه بذاری اره؟ راستی ببینم مادر ببینم داشتم نومه منو واسهتون خون؟ نه. هیچی از نومه من بهتون نگو؟ نه. کدوم نامه؟ عجب کلکیه. حتما خواسته کار تموم کنه بعدا سر سرش در بیاره. بیا مادر بیا لباسای منو بده برم همون خودم رو راست ریز کنم. خودت هم نمیدونی امشب چه خبرایی میشه. داستانای خیلی خوشگلی واسط میگم. آره اون شبسپین یک کشه واسه ما بکش. داغ مارسل الو قرون شما مشغول شداش. قربون دسته تو صابونو رفتیم. آقا یه چی بود؟ جون تو دلم لک زده بود واسه یه پرس مشتمال. آخه ساعت آب گرم آمتی. الان میانم آقا کنم یه تیغ بده ما. سر سلامتی باشه. همون عروسی اومدی؟ طلاقا خبر رو رسوندن. قربون دست داشت. ممنون. چی داری میگی تو؟ کسی که تو شهر نمیدونه خواجه حافظ شیرازی دختر باختر لقمه چربیه. خبرش زود میپیچه. اینو باش. نه بداره نه بباره قلاق موتور سواره. هنو که چیزی نشده. چیزی نشده؟ داشت حتی بهلرم گرفته. جون من پس دعاشو نگاه چقدر ماهه. یک کلمه ما واسهش نوشتیم داداش جون ما یارو رو میخوایمش. برقی اونقدر زد تا بله طرف واسه ما گرفت. واسه تو؟ از میدون پرتی بابا. میگن داشت بله رو واسه خودش گرفته. باش بده آقا زودتر. کی میگه؟ کی میگه؟ همه شهر میگن. برو کارخونه بپرس، برو شرکت بپرس، برو هر کجا که میخوای بپرس. داشت دختره رو واسه خودش راست و ریز کرده، نه واسه تو. گوش کن چی میگم. بهتره که این چرت و پرت نباشه. وگرنه برمیگردم و این یکی دستتم چلاق میکنم. درست عزیزم. چند روز دیگه ترتیب عروسیمونه میگم. خیلی خوشحالم کریم خیلی. اومدی؟ میتی باعث سر جات اونجا آب هواش بهتره. این چه حرفیه میزنی؟ تو کی اومدی؟ نامه‌ای که برات دادم یادته؟ نامه؟ کدوم نامه؟ هیچی داداش فراموش کن. اون چی که با تو کله عوضی ما بره رفته. خوش باشی داداش ما دیگه رفتی. نمیدونم چی شده. نامه چیه؟ اون برای من نامه نداده بود. همیشه منتظرت بودم. خیلی خوب از سر تایی تعارف بزن بگو باز چیکار کنم. بهت میگم قدم به قدم من و تو باید دنیا رو بگیریم. دنیا مال تو. من فقط اون چیزی رو که میخوام باید به دست بیارم. اون چیه مهدی؟ هرچی هست من باید به چنگش بیارم. تو کار خودتو بکن. خیلی خوب. خیلی چیزا هست که من باید بهت یاد بدم. بعدش کلی پول کاسب میشی و با هم بردار رو نصف میکنیم. 50 من 50 تو. تو هپروتی پیرمرد. باشه 40 من 60 تو. خوبه؟ ببین اوستا خوب حواست جمع کن. من لاش مرده نیستم که ارزون بخریم. تو خیلی زرنگی پسر. 30 من 70 تو. 20 تو 80 من. قبل تو؟ باشه معامله تموم شد. از فردا معلم برات میارم که همه چیزو بهت یاد بده. من 6 کلاس سواد دارم واسه 7 پاشتم بسه. اون چیز دیگه ای بهت یاد میده. اون به تو یاد میده که چطور یه آقای حسابی اون یه آقا هست. رسیدن به خیر؟
بازم اخوی؟ صفا گفت از خونه رفتی بیرون. برگرد برام بگو چی شده. من این تویی که برمیگردی. تو موقع تکون خورده چی داری میگی؟ برگرد داداش. حرف حسابت چیه؟ چی؟ پس چرا دوباره اومدی اینجا؟ واسه این که میخوام خودم باشم. چی از کارتونی؟ بحث داداش. بیا بریم خونه بیا. برو داداش. به تو میگم بیا برم کن آقا داداش. ولم کن برو. اینجا واسه ما آخر خط کریم. من میرم سی خودم، تو هم میری سی خودت. هر کی خر خودشو برونه تا ببینیم کی زودتر به قافله میرسه. اگه یه روزی همدیگه رو دیدیم و نشناختیم بوتت نزنه داداش. خب دنیای ریختیه دیگه. تو که خودت خوب واردی. ناسلامتی خط روزگاری. تو داری اونو تا گردن در لجن فرو میکنی. توف به تو. خب چی کار باز بکنم اوستا؟ زودتر بگو راحتم کن. یه خونه با سرویس کامل برات اجاره میکنم و بعد برات یه معلم میگیرم. اون همه چیزو بهت یاد میده. اون یه چیز دیگه ای از تو میسازه. یه چیز فوق‌العاده. خستم کردی از بس پول ریختی تو این حوض ساب مرده. بخ آینه تو شوک مرد. میتی یه دقیقه چشاتو گوش کن بدوز به این لبای من. میخوام قر رو لند کنم. من دیگه کلافه شدم بابا. اگه میخواستم برم مکتب بچگی رفته بودم. هی غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن، لباس پوشیدن. اینا به مزاج حاجیت نمیسازه. اوستا من میخوام بازی کنم و پولدار شم. پولدار شی که چی ها؟ نمیدونم. ببینم تو تا حالا اون ساختمون سنگ قرمز بالای خونمونو دیدی؟ منظور اونجا هر شب بازیه. بازیای کت و کلوف با بازیکنای خرپول. پس امشب ما پالون شانس رو خر غلامی ور می‌داریم میذاریم روی یکی از صندلیاش. تو نمیتونی. اونجا با آدمایی بازی میکنن که بشناسنشون. تو نقدن یه آدم بی اسم و رسم. دلت بیغم اوستا. ما امشب اسب شانس رو هی میکنیم به طرف اونجا. سر تا سر امشب و شانس آوردم. خب انگار بازم پول هست ها؟ بازی میکنیم. نمیشه آقا نمیشه. ما شما رو نمیشناسیم نمیشه. بارا کنار. مگه ما بعد بازی میکنیم یا پولمون سکه نداره؟ حاجیت خوش کرده امشب تو این کلوب بازی کنه. زمین باسمو کوک کنی یا بدوزی بازم بازی میکنن. چیه؟ اونجا چه خبره؟ مدیر این کلوب کجاست؟ مزاحم نشید آقا. الان کن اینو کنه چسبیده. عجب اوضاعی جون شما. چرا وایسادی اوستا؟ کی از ما بهتر؟ تازه باز زیر پامون ترمه ببرن و مخمل زر کنن که سرافرازشون کردیم. بزن بریم. اونجا چه خبره؟ ای میتی طرفو میشناسی؟ انگار دیدمش. کیه؟ پدر هنگامه است. ها؟ پدر هنگامه؟ آره. آقایون فرمایشی داشتم. توی اوستا. با خودم فکر میکردم تو یا مردی یا این کارو گذاشتی کنار. مگه تو هنوزم بازی میکنی؟ او نه، اما حاجیت بازی میکنه. یعنی میخواد یه دستی به برق بزنه. چطوره؟ تو کی هستی جواب؟ حالا بیا و درستش کن. اول اصول دی شروع شد. به ما ورق میدین یا المصنع سجلتون رو کنی. ببین جوان، اینجا ما با کسی بازی میکنیم که خوب بشناسیم. اگر تو اینجا بازی کنی و برنده بشی هزارها تومن پول بردی. اما اگر ببازی خودت بگو ببینم چی باختی. بیا بریم مهدی بیا بریم. بلم کن ببینم چی داره بلغور میکنه. مگه ما چه تو میتونی بری یه جای دیگه بازی کنی با آدمایی که هم پایه خودت باشن. برای تو اومدن به اینجور جاها هنوز خیلی زوده. لقمه رو به اندازه دهنت بردار جوان. تو هم یادت باشه اوستا از این به بعد با آدمایی بیا اینجا که در حد اینجا باشن. برو جوان. خداحافظ. شب بخیر اوستا. این یادت باشه تا یه روزی به هم برسیم. بریم اوستا. بیا. خوش اومدین. آره تو درست میگفتی. اونا خیلی کنپمون کردن. تو این مردم خیلی بهتر از من میشناسی. پس بذار بازم کمکت کنم. باشه اوستا. تو هر کاری بخوای میکنم. هر چی بخوای یاد میگیرم. انگشتامو سنگ پا میکشم، گشنه میمونم، اون لباسای مسخره رو میپوشم، حرف زدن، راه رفتن، ملق زدن، پشتک زدن، هر چی بخوای یاد میگیرم. فقط میخوام تو روی اون آدما وایسم.
میخوام یه روزی بتونم به صورت همشون توف کنم. خیلی خوب بنتی، من هر چه که لازمه یادت میدم. تو خسته شدی خاله جون، پاشو برو این دوتا تیکرم من میشورم. پاشو جونم. دلم دست میتی بشکنه که دست تو رو اینطوری تو کف صابون میبینه مادر. این رخت مال کریمه؟ آره. خوش به حالش. پاشو بریم مادر، پاشو. من اومدم ببرمت. تو نباس دیگه رخت بشور یا زحمت بکشی. حالا دیگه نوبت من. میتی برات کلفت میگیره، خودشم صبح تا شوم نوکری تو میکنه. خب چی میگی مادر؟ این نوکر رو میخوای یا نه؟ چرا مادر؟ من مواظبت میشم، عین شاپرک دورت میگردم. حالا دیگه این منم که باز جورته بکشم. نه مهدی، این ممکن نیست. چرا مادر؟ تو خیال نکن که من نمیدونم. تو دیگه اون پسر نیستی که رفته بودی تو کارخونه عرق میریختی و جون میکندی، سر سفره مادرت غذا میخوردی. حالا تو یه قمار بازی. من میدونی من میتونم خیال کنم که تو مسافرتی یا مردم، اما نمیتونم بیام تو خونه تو با هر لقمه نونی که بذارم تو گلوم فکرم بره تو قمار تو و خیالت برم داره که پولشو از کی بردی. ولی مادر گوش بده، تو رو ارواح خاک نه ما گوش. مهدی، تا وقتی تو این کار آلوده‌ای خیال کن مادر نداری. برگرد برو مهدی، دیگه نمیخوام. بس دیگه مادر، نگو. پسرت با اون اندازه‌ای که باز درد بکشه میکشه. سلام. سلام صفا. نکنه میخوای کنفتی منو بره خونه؟ نه میخوام اگه تو بخوای باهات بیام. با من؟ ما این ندیدی مادر چی گفت؟ من تو یه نفر میخوای که لباساتو بشوره، من این کارو میکنم. نه. چرا؟ تو فقط یه اتاق به من بده. خیلی هر طور مادر بگه. خاله جون، خوب کاری میکنی صفا. اون یه نفر رو میخواد. باش برو با غم خارش باش. برو. مهدی، مهدی. خسته ای؟ نمیدونم. امروز رفتم خونه به خاله و کریم سر زدم. کریم با هنگامه تا یه هفته دیگه عروسی میکنم. تو این مسئله شنفتی؟ میگن لقمه که از دهن همسایه آپیده بشه خوشمزه تره. از چی حرف میزنی؟ هیچی با چرت و پرت. حرفی نداریم بزنی. انگار خر شانس ما لالا کرده. برعکس بیداره. برد امشبت هنگامه کرده. میخوای بفهمی چقدر شده؟ نه. طوری شده؟ نه، فقط میخوام یه کاری واسم بکنی. من میخوام با پدر هنگامه بازی بکنم. با باختر؟ آره، مگه اون یه قمارباز نی؟ چرا؟ پس من میتونم باش بازی کنم ها؟ آره. حالا دیگه با هر کسی که دلت بخواد میتونی بازی کنی. با هر کسی، جز آدمی که سر زندگیش قمار میکنه. اینو که بهت گفته بودم. آره بابا، تو همش حرف میزنی. پس کی؟ خیلی زود. من فردا ترتیب این بازی رو میدم. ببینم مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟
تو اینا رو جدی میگی؟ بله کاملا جدیه. اون پولدارترین مرد این شهره و یه مفتباز. خب پس چرا اون روز بهم نگفتی؟ تو مهلت ندادی دادی؟ خیلی خوب حالا بگو بیاد. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اگه اینطوره قدمش روی چشم. والا نمیدونم حالا بازم بخواد بازی کنه یا نه، اما من تلاش خودم رو میکنم. امیدوارم موفق بشم. اون باید با من بازی کنه. خب چی شد؟ عالی شد. اون با تو بازی میکنه، اونم با کمال میل و افتخار. طرف خیال میکنه تو یه عیون زاده میلیونری. بذار خیال کنه. صفا بله. ببینم صفا، اگه ازت بخوام که یه جایی با من بیای میای؟ خودت که میدونی میام. اگه اونجا برات جهنم باشه چی؟ اگه تو بخوای حتما میام. پس برای رفتن به اون جهنم باید خودت رو برا کنی دختر خله. حتما. چیه پدر، مهمونات نیومدن؟ مهمون اصلیه نه هنوز، اما میاد. اون حریف خوبیه. پدر تو واقعا دیوونه بازی هستی. اومدم، خیلی هم خوش اومدم. سلام علیکم. قابوسا این تایی خطه، اونجایی که همیشه میخواستم برسم. باید دید حالا کی به زانو میفته. بفرمایید. خوش آمدین قربان. خوش آمدین. سلام دوست عزیز. خیلی خوش آمدین دوست عزیز. ازت متشکرم موسا. با خانم صفا آشنا بشین. مفتخرم. خواهش میکنم بفرمایید با دخترم هنگامه آشنا بشید. دخترم با دوست جدید و عزیز من آشنا بشه. خیلی خوشوقتم آقا. خیلی به نظرم آشنا میه. من حتما شما رو جایی دیدم، درسته؟ ما بریم یه چیزی بخوریم و گلویی تازه کنیم ها. بفرمایید خانم. هنوز خیلی دیر نکرده دخترم. اونهاشش اومد. برو پیشبازش دخترم. یه دقیقه با اجازت. اون آقا نامزد دختر منه. خوب شد اومدی. باز پدر امشب یه حریف تازه پیدا کرده. حتما میخواد تا صبح بازی کنه. شما یه لبی تر کنیم، من الان برمیگردم خدمتتون. هنگامه؟ بله پدر. یه دقیقه بیا اینجا. معذرت میخوام، انگار بازم پدر با من کار داره. سلام داداش. زمین گرده نه؟ از قدیم گفتن هر طرف که بری از همون جای اولت سر در میاری. پس تو همون حریف امشب باختری ها؟ اشکالی داره؟ آره، تو نباید با اون بازی کنی. خونتو کثیف نکن داداش مامانی. من که بهت گفته بودم اگه بازم چشمون تو چشم هم افتاد دیگه همدیگه رو نمیشناسیم. چه عالی، شما همدیگه رو میشناسین؟ ایشون داماد آینده من هست. به مبارکه. میز برای بازی حاضره دوستان. شما بفرمایید من الان میام. امشب شما نباید بازی کنی. تو زده به سرت. این بهترین موقعیته. تا حالا همچی حریفی نداشتم. نه، به صلاح شما نیست این بازی رو بکنین. انگار تو پاک دیوونه شدی پسر. 2 ساعت دیگه انقدر پر رو میز میاد که دیوونه تر میشی. وایسی، شما باید به حرفم گوش کنید. آروم جوان، اگه بازم حرف بزنی موافقتمو راجع به ازدواج تو دخترم پس میگیرم. هوای مهمونه رو داشته باش.
کریم سلام. سلام صفا. وقتی مادر گفت تو همراه مهدی رفتی خیلی خوشحال شدم. فکر کردم تو راه بهشت و بهشت نشون میدی، ولی مثل این که اون تو رو به جهنم زندگی خودش کشیده. نه کریم، من تو جهنم نیستم. هر کجا که مهدی باشه برای من بهشته. هر جایی که میخواد باشه. حاضرید؟ بله. بله. 3 کارت. شما؟ بندم 3 کارت. منم 3 تا. خودم هم 1. چیپ 3 پوت. 6 پوت. پاس 12 پوت. خیر. پاس. برای من بد نیست. رو کنین. 3 دام. خدا برکت بده. آخه ساعت 2 شده. من دیگه نیستم. شب بخیر. شب بخیر آقا. منم همینطور. شب بخیر. خوش کن عرقا رو. آخه هنگامه تو نباید بذاری پدرت باشه. چطوری؟ اون حرف هیچ کسی رو قبول نمیکنه. ولی باید یه طوری جلوشو بگیری. موافقی یه قهوه بخوریم؟ ای کم بدک نیست. تو حریف خوبی هستی. با یه آخه میخوام با یه دست ورق دیگه بازی کنیم. از نظر شما که اشکالی نداره ها؟ تو چرا نمیری؟ دیگه تموم شد. انگار پدر هرچی که داشته باخته. یک پاک باخته. یه نفر رو برای دلداری میخواد. من نمیتونم بخوابم.
من ادامه میدم، بفرمایید. اینم چک. چی؟ بازی نمیکنی؟ آخه چرا؟ این چک منه. تو دیگه چیزی واسه باختن نداری؟ داری؟ نه نداره. خب حالا اگه حسابی خوشحال شدی میتونی بری. کجا بره؟ اون باید با من بازی کنه. اگه بازی کنم و ببرم چی رو بردم؟ این حرف خودته، یادت میاد؟ دیگه بازی فایده ای نداره. همه خستن. پولام همش یه طرفه. حاضرشو بریم مهدی. نه اوستا، من باش بازی میکنم. نه ترس، من بازی میکنم مرد. اما فقط یه دست. تمام پولایی که ازت بردم در مقابل یه چیز. در مقابل چی؟ اگه تو بردی تمام پولایی که ازت بردم بهت پس میدم. اما اگه من بردم باید رضایت بدی که دخترت زن من بشه. تو دیوونه شدی؟ بذار خودش جواب بده. باورم نمیشه که تو همون مهدی برادر من باشی. یه روزی منم اینطوری بودم داداش. باورم نمیشد بعضی کارا کار تو باشه. جوابمو بده باختر، موافقی؟ نه. بلندتر بگو پدر، بذار بشنوه. نه. صبر کن. رو همه پولای تو هرچی هم که خودم پول دارم اضافه میکنم. خب حالا چی میگی؟ پدر این دیگه فکر کردن نداره، جوابشو بده و بزن تو دهنش. نه نه بفروش اون، نه پدر، نه. جواب چی شد؟ نگفتی؟ میدونی از چی تعجب میکنم؟ از اینکه یه آدمی مثل تو چطور توی مدت کوتاه عوض میشه. داداش دنیا به من نگو داداش. چرا؟ هیچ کی کارای خودش نمیبینه، فقط مال مردم رو نگاه میکنه. من فقط میخوام اون چیزی رو که از دست دادم بگیرمش. تو هم اونو میخوای نه؟ خیلی خوب، بگو آقا کریم تو چه تلاشی براش کردی؟ اون مرد یه روزی منو مثل قاب دستمال گرفته از خونش انداخت بیرون. جلوی 400 تا آدم کنفم کرد. تو خودت نه شرمم میشه بگم چی کارا کردی. تو چی داری میگی؟ هیچی. چیزایی که تو دلمه. من تموم این مدت یه بلاکش بودم. بهش بگو پیرمرد، تو بهش بگو من چیا کشیدم. بگو چقدر گشنگی کشیدم تا غذا خوردن یاد بگیرم. چقدر سگ دوزارم تا مثل یه آدم حسابی راه برم. چقدر انگشتامو سنگ پا مالیدم تا پوستش صاف بشه و خالای ورقو بشناسه. چه شبا بیدار موندم، با کیا بازی کردم تا چندر قاز پول رو هم بذارم، فقط برای یه چیز. برای اینکه نمیخواستم کسی رو دستم بلند شه. حالا تو هم اونو میخوای نه؟ خیلی خوب، پس بیشینو با من بازی کن. تو هر قماری فقط یه نفر میبره. حالا شاید اون یه نفر تو باشی. خواهش میکنم دخترم. تو میخوای سر من قمار کنی پدر؟ آره، کریم درست میگفت. یه قمارباز سر همه چیزش قمار میکنه. تو هم یه قماربازی. اما الان من یه پاک باختم و فقط تو میتونی کمکم بکنی. این بار آخره بهت قول میدم، باور کن. دخترم به من نگاه کن، نگاه کن. حالا تصمیمتون بگیر. قبول کردی؟ آره کریم، متاسفم. میدونی این اولین باره که پدرم چیزی از من خواسته. اون هیچ وقت از من چیزی نخواسته بود. هیچ وقت بهم نه نگفته و حالا من بهش نه نمیگم. بلنشی، خواهش میکنم بلنشی. چرا؟ این دستو من بازی میکنم. تو؟ بله من بازی میکنم. اون دختر منه، من حق دارم به خاطرش بازی کنم. درست دختر شماست ولی زندگی منه. این منم که حق دارم به خاطر زندگیم بازی کنم.
شهر شلوغ شد. چند کارت؟ مرسی. خودم 2 تا. رو کن. کارشا. براوو براوو. خوبه. بهت که گفته بودم دختر ما برنده میشیم. نه به دلت وعده نده. این 3 تا آتش واسه شما. نگاه. این 2 تا ورقم یکیش آسه. این اولیش. صفا بین یکی رو تو برش گردون. صفا اون رفت. خیلی وقته. خب پس خودم برش میگردونم. اما قسم میخورم این ورق آس پیکه. خب داداش، اینجا آخر خطه برای مبارزه‌ای که یه طرفش من بودم و یه طرف دیگهش تو و این و تمام دنیا. ولی من حتما برندم. یعنی اگه اون آس باشه من به آرزوم رسیدم. درسته؟ جوابمو بده. آرزوت این بود که منو به دست بیاری؟ آره. اگه ورقم آس باشه به آرزوم میرسم. درسته. اگه جسم منو میخوای به آرزوت میرسی. جسمت؟ نه من تمام اون چی که هستی میخوام. هم جسمت هم روحت. تو فقط میتونی صاحب جسم من باشی. نه ممکن نیست. من هر دوشو میخوام دختر، هر دوشو. متاسفم. من روحمو مدتها پیش فروختم به برادرت. من اونو دوست دارم. از همون روز که دیدمش دوستش داشتم و اونم منو دوست داشت. از روز اول. از روز اول؟ چی؟ شما هم دیگه رو دوست داشتین؟ اونم از روز اول؟ ولی چرا به من نگفته بودی؟ تو باز به من میگفتی داداش. پس من تمام این راهو بی خودی دویدم. تمام عذابی که کشیدم پوچ بود. همه خیالام، فکرام، عقیدام عوضی بود. حتی چیزی رو از چنگ من در نیاوردی. بعضی وقت آدم چقدر احمق میشه. تو راست گفتی آیه باختر. اون آس نیست، من باختم. خب یه بازنده اولین کسیه که این در میره بیرون. بازی خوبی بود داداش. زد زیر. وایسا. وایسا میتی، چرا ماشینتو سوار نمیشی؟ خیلی چیزا هست که باز دربارش فکر کنم. توی همچین ماشینی فکر آدم میمیره. من یه کوچه خالی میخوام و
یه خورده تنهایی. خیلی خوب، اما اون ورقو بدش من میخوام ببینم اون چیزی که تو برق چشمات دیدم درسته یا نه. تو چی رو تو چشای من دیدی پیرمرد؟ من بردو تو چشمای تو دیدم. تو یه احمقی، برای اینکه هیچ وقت نمیفهمی کی برنده است کی بازنده. من برنده نیستم، من همیشه بازندم، مثل همه قماربازا. تو اگه تو این کله پوکت یه جو عقل داشتی، خیلی وقت پیش فهمیده بودی که یه قمارباز همیشه بازنده است. حالا که این ورقو میخوای، بگی تماشاش کن. وایسا پسر، کارت دارم. تو چی داری میگی؟ چیزی که برای خود من باور کردنش آسون نیست. من یک کون قماربازم آقای باختر. اون ورقی که مهدی با خودش برد آس بود؟ تو خیلی پرتی پسر. اگه حرفت درست باشه پس چرا رو نکرد؟ برای اینکه اون بهتر از اون چیزیه که نشون میده. برای اینکه اون با تمام قلبش منو دوست داره. برای اینکه تو رگای هر دوی ما یه خونه. اون آس نداشت وگرنه رو میکرد. تو اشتباه میکنی. من اشتباه نمیکنم. وردار اون ورقا رو نگاه کن. اون وقت حتما میبینی که آس کم داره. ممکن نیست. خب الان نگاهشو میکنم. لازم نیست بگردی. آس چهارم اون ورقا اینجاست. اون آسش رو نکرد. حالا دیگه میدونم که برادرم به زندگی خودش برگشته. همون زندگی که همیشه براش آرزو میکردم. نگاه کنین، اون سکه شانسش هم با خودش نبرده. دیگه احتیاجی به این سکه نداره. مهدی عزیزم، این بار اوله که راحت حرفمو میزنم. من دنبالت اومدم چون دوست داشتم. از همون بچگی دوست داشتم. فکر میکردم یه روزی بهم بگی سکه شانست منم، نه اون سکه حلبی. اما افسوس، امشب فهمیدم که تو کسی دیگه ای رو میخوای و من انتظارم بیفایده است. تو رو به خدا میسپارم و برای تو هر زنی که توی زندگیت بیاد آرزوی سعادت میکنم. این نامم برای این بود که راز دلمو گفته باشم تا بدونی دوست داشتم. همیشه دوست داشتم. صفا، پس چرا اینو بهم نگفته بودی؟ حالا کجایی بیرون ببینم؟ بیا میخوام باهات حرف بزنم. نمیدونی حالا میفهمم که زندگی یعنی چی. به جون کریم که از هر چیزی بیشتر دوستش دارم قسم میخورم تو رو هم دوست دارم. ده کجایی بیرون دیگه بسته. شوخی نکن دیگه، من طاقت هیچ جور شوخی ندارم. تو رو خدا بیرون صفا. اذیت نکن. صفا خداوندا تو میدونی و قلبم، چرا حالم چنین زار و پریشه. درختم ای خدا بی خاک و ریشه، خزان پرورده خاری تنگ بیشه. نمیدونم که آغازم چسان بود، نمیدونم که پایانم چه میشه. نمیدونم چی میگه دلم، همه خود با چی میگه دلم.
زشتی جا خدایا به خاک من گمون میکنم زشتی مرا خدایا اومدم شم نذر کنم برای تو، واسه اینکه دست از قمار بشوری. تو یکی هست. من میدونم اینجا خالی نیست. یه نفر هست که صدا میشنوه. من میدونم، پس کمکم کن. کمکم کن، من تنهام، خیلی تنها. جوابمو بده. اینجا یکی هست. اگه صدا میشنوی جوابمو بده. من تنهام، جوابمو بده. صفا